وحدت ملی جوهری اساسی استواری ملت و دولت است. وحدت برای دولت‌های خرد و بزرگ عامل تقدیرساز و پایداری، تقویت دهنده بنیادکاری ها، خوشبختی و شکوفایی محسوب می‌یابد. وحدت ملی بزرگترین دستاورد ملت تاجیک است که با تلاش و زحمت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده. با گذشت 28 سال مردم شریف کشور از میوه‌های شهدبار این نعمت بی‌بها کامشیرین می‌کنند. بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان، یکی از نعمت‌های بی‌بها برای ملت تمدن آفر تاجیک این به دست آوردن روز وحدت ملی به حساب می رود. محض همین وحدت است که امروز ملت تمدن آفر تاجیک گرد سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت سرجم گردیده برای پیشرفت و شکوفایی و دگرگونی‌های کلی که در کشور عزیزمان اتفاق می‌افتند تلاش و زحمت‌ها می‌کشند. باید ما یک نکته را فراموش نسازیم که محض همین وحدت ملی است که امروز تاجیکستان عزیز از نگاه همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت در حالت رشد و انکشاف بی‌سابقه خود قرار دارد. صلح و وحدت عباره‌هایی اند که همیشه دلچسب و دلنشین و با لحن شیوا صدا داده به واسطه شنونده را به اندیشه نمودن وادار می‌سازند. وحدت فرزانگی، یکدیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. وحدت واژه ملکوتی بوده ارزش عالی همدیگر فهمی ملت پاک‌طینت تاجیک را در خود انعکاس می‌کند. وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و ارمان، تحکیم دولت، نجات ملت است. خودشناسی و خودآگاهی ملی پند است از گذشته دور و پیشرفت معنویات کشور و در این راستا راه وحدت، استقلال کشور، محافظت و پایدار و بی‌گزند نگاه داشتن این دستاوردها که یگانگی مردم و استواری دولت را تأمین می‌کنند وظیفه هر فرد خودآگاه و میهندوست محسوب می‌یابد. وحدت که این خود عامل شکوفایی پیشروی هر یک کشور و دولت می باشد. ما را کوشش بر آن می آید که این یکدیگر فهمی، این وحدت ملی، این صاحب استقلالی کشور را چون گهورک چشم نگاه داشته در پیشروی کشور عزیزمان همه ما سهمگزار باشیم. شکرگزار از آن باشیم که در دوران صاحب استقلالی کشور به این روزهای خوب رسیدن هم به ما میسر گردیده است، به فرزندان ما میسر گردیده است. در همه ساحه ها ما باید که این رو درک کرده برای گلگشکفایی، برای پیشروی کشورمان سهم ارزنده داشته باشیم. خدمت های شبانه روزی محترم پیشوای ملت پرزیدنت عزیز کشور امامعلی رحمان می باشد که ما به این روزهای صلح و باصفا رسیده ایم و کوشش بر آن میکنیم که این صلح و سعادت، این امن و امنیت کشور رو تا ابد همچون گهورک چشم نگاه داشته در هر یک کار و فعالیتمون صدقاً و صادقانه خدمت کرده این صلح و وحدتی که به ما میسر گردیده است، یعنی که به ما تاجیکان میسر گردیده است، همچون گهورک چشم نگاه داریم. وحدت ملی برای مردم شریف تاجیک و تاجیکستانی ارزش نهایت بلند داشته. خلق کشور شاهد حالند که محض با به دست آوردن صلح و وحدت کامل استقلالیت ما زیر سیاست خردمندانه فرزند فرزانه ملت پیشوای وحدت آفر معمار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانستیم مرحله به مرحله پایه‌های دولتداری نوین خود را مستحکم و استوار نگاه داریم و بر رشد و کمالات اقتصادی و اجتماعی و معنوی رسیم. همه ساحه‌های خواجگی خلق ما با شرافت و با برکت وحدت ملی روز به روز در حالت دگرگونی‌های کلی خود قرار دارد. علل خصوص ساحه اقتصادیات، ساحه کشاورزی، ساحه ورزش، در مجموع ما گفته می توانیم که در واقع همین وحدت ملی سرجمی، اتفاقی و دیگر عنصرهایی که خاص وحدت ملی است توانسته که کشور محبوب ما را در عرصه بین المللی از نگاه دستاوردها، پیشرفتها و شکوفایی‌ها به کلی تغییر داده باشد. وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده ملت تاجیک امکان فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده در کشورمان تحکرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شده برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی
زندگی مردم، آبادی وطن و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مساعد فراهم گردد. رشد و پیشرفت مملکت، بنیادکاری‌های عظیم، پیشرفت و ترقیات ملت ثمره وحدت و استقلالیت است. محض با شرافت تشبس‌های بی‌نظیر سروری دولت و استقلال و آزادی، وحدت و یکدیگر فهمی، مردم شریف کشور توانست در همه جبهه‌های حیات دستاوردهای بی‌نظیر را نایل گردد. ملت تمدن آفر تاجیک در یک مدت کوتاه با سروری پیشوای معظم ملتمان ما توانستیم که در عرصه بین المللی همچون یک کشور تمدن ساز، تمدن آفر و همچون یک کشور پیشرفته و شکوفا معرفی گردیده باشیم. خوشبختانه امروز ما ملت تمدن آفر تاجیک با صدای بلند گفته می توانیم که پیشنهادهای سازنده و جانیسارانه پیشوای معظم ملتمان در عرصه های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد هم‌آوازی خود را می‌یابند و دستگیری کرده می‌شوند که این همه شهادت و شرافت وحدت سرتاسری در کشور محبوبمان به حساب می‌رود. وحدت ملی همچون پدیده بی‌نظیر سیاسی و جمعیتی در نظام رشد مناسبت‌های ملی نقش کلیدی داشته. نه تنها اساس پایداری دولت صاحب استقلال تاجیکستان، بلکه اساس موجودیت ملت تاجیک همچون مردم صاحب دولت به حساب می رود. وحدت ملی عامل مهم، روحیه ساز و زندگی ساز جامعه است. وحدت و سرجمعی و متحدی و پیروزی ملت است. وحدت، سرجمعی و متحدی و پیروزی ملت است. استقلالیت و وحدت ملی دوبال یک اقبال و دو رکن محوری فرهنگ دولتداری و دولتسازی ما می باشند که همدیگر را نیروی تازه و تقویت می بخشند. داشتن نعمت‌های در مثال استقلال و آزادی، وحدت و همدلی نه تنها افتخار و سرافرازی ها، بلکه مایه خوشبختی و کمالات ملت و ترقیات دولت است. حفظ این نعمت بی‌بها برای هر فرد کشور نه تنها قرض و فرض حسابیده می شود، بلکه شأن و شرف و وجدان و ناموس است. حسن زاده آیما، فیروز خورشید، فیروز حسین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.